پارلمانی تاجیکستان روز هفتم январ قانون درباره ادوکاتورا و فعالیت ادوکاتی را قبول کرد. این لایحه از جانب حکومت به پارلمان وارد شده 7 ماه مورد بررسی قرار داشت. طبق این قانون همکنون ادوکات‌ها هر 5 سال پس باید دوره بازآموزی را گذرند و دانش‌های خود را تکمیل کنند. قبلا ادوکات‌ها می‌توانستند با اجازه خود کالگیه‌ها در ادوکاتورا کار کنند. در تاجیکستان 8 کالگی ادوکات‌ها و حدود 2000 ادوکات یا وکیل دفاع فعالیت می‌کنند. عبدالمنان خالقزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان بعد قبول قانون نو به سوال‌های رادیوی آزادی پاسخ داد. در اطراف لایحه قانونی نو ادوکاتورا بحثی زیاد بود. تنقیدها همچنین که میخواهند مقام و صلاحیت‌های وکیلان دفاع را ضعیف‌تر کنند. اصلا چی ضرورت بود برای قبول قانون نو؟ اگر تو من همین روز از روز قانون سال 95 قبول کرده سیم از من بررسی کرده سازن و برای اجازه مدیر برهانیتی یعنی فعالیت ادوکاتی و وکالتدار یه فعالیت لیسانسیونی بود، یعنی اجازه میگیره. تصور کنید که کمیسیه که اجازه نمی‌دهد و صفر هست، همش محکوم نماینده دولتی بود اونجا. یعنی اون خیلی دیگر ادوکاتش که اشتباه نمیگه. باز ما همین مرکز اون کردیم یکی همه شفتیم در اساس کمیسیه تخصصی در کمیسیه تخصصی کن تنها از محکوم دولتی بالاد نیست مثل وزیرا. اونجا 5 نفر وکیل و نماینده خودی ادوکات هستن. 5 نفر. یک نفر حتی از دانشگاه همچون علیم همین سوها تصادم 2 نفر از وزارت و یک نفر دیگه از لایحه پیشتر از خود پارلمان بود، لیکن با نظر داشتیم که پارلمان پیشنهاد کردن شورای عدلیه است. یعنی 4 نفر بغیر از ادوکات‌ها و 5 نفر دیگه از خود ادوکات‌ها هستند. یکی از مسائل مورد بحث قانون نو ضرورت هر 5 سال از دوره بازآموزی یا تکمیل اختصاص گذاشتن ادوکات ها بوده است. با وارد کردن این بند به قانون هدف مؤلفان چی بود؟ ببخشید که دولت حقوق کانستیتوسیونی که به شهروند میدهد که وای رو باید متخصصی باید حمایت کند و که وای داره معلومات کافی باشد. پس اصلا فکر خودشون رو میکنن و فکر 7-8 میلیونی که با اونو مراجعه میکنن کی میکنن؟ شما با متخصص خوب مراجعه کنید خوب است، ولی با متخصصی که سر دانش پس است مراجعه کنید. البته متخصصی که سر دانش بلند دارد برای من هر 5 سال باید کورس آموزی گذارن. من 15 سال اخیر نشون میده 20 سال دیگه یگو مرتبه کورس بازآموزی گذاشتگی نیستم. اگر خدا نکرده پرابلم شد شهر نزدیک دولت پرابلم می‌گذارد که ساختار دولتی اداره کردن خوب کانسیونی من پایمونش میگه. تشکر. عبدالمنان خالقزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان به سوال‌های آزادی پاسخ داد.